چطورید بچه؟ امیدوارم که حال دلتون عالی عالی باشه. من ابوالفضلم، اما خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از فوتبال مدیا. برخلاف انتظارهایی که از دربی 106 داشتیم، یه دربی کاملا بیروح و کسل کننده رو دیدیم. اون از قبل بازیش که هواداره دوتا تیم با هم دیگه خیلی درگیر بودن، و اون از جو بازی، اون از زمین، اون از ورزشگاه، و اون از نحوه برگزاری و باگایی که خیلی زیاد بودن تو بازی، و در کل یه بازی افتضاح و واقعا کسل کننده که بازیکنان دوتا تیم ارائه دادن. برخلاف اینکه آقا برکشن گفتن که استقلال انقدر بازیکن گرفته، پرسپولیس انقدر بازیکن گرفته، نمیدونم اورونوف هست، نمیدونم اسمار هستش، ساپینتو اینور هستش، یا اینور آسانی هست، منیر هست، یا کوشکی هستش. یعنی از هیچ بازیکنی نتونستیم عملکرد خیلی خوبی رو ببینیم، و دوتا مربی نتونستن تاکتیکی رو بچینن که بتونن برنده از بازی بیان بیرون، و به مساوی هر دوتاشون رضایت دادن. و واقعا خیلی بازیه کسل کننده ای بود. کلا فکر میکنم حمله های دو تیم، موقعیت هایی که دوتا تیم درست کردن، فکر کنم مجموع به 6 تا هم نرسه، 5 6 تا هم نرسه. خیلی حرفه لیگ مملکت، اه، مهمترین بازی لیگ مملکت، اینطوری انقدر کسل کننده، انقدر اه، بیروح برگزار بشه. واقعا قبلا اصلا دربی میدیدیم آقا، کیف میکردی. یعنی من یادمه دیگه آقا، دربی میشد یعنی دست و پای آدم یخ میکرد از استرس. دربی میشد یعنی همه کارا رو کنسل میکردی، فقط دربی، یعنی به عشق دربی. بعد اصلا شور و شوقی که تو اون دربیا بود اصلا با الان قابل مقایسه نیست. نتیجهش هم خب، دلیلش هم به خاطر همین بازیه کسل کننده است. و هر سری ما آقا میگیم که آقا دربی خیلی جذابی رو میتونیم ببینیم. حتی امسال دیگه من واقعا خودم شخصا امسال گفتم که آقا دربی احتمالاً یه دربی خیلی جذابی بشه. یعنی یه تیم پرگل شاید بتونه ببره تو دربی. حالا پرگل هم نه، ولی ارزم به حضورتون که آقا یه بازی جذابو بتونیم ببینیم، نه اینکه یه مساوی به این صورت. خدا وکیلی انصافا بچه، هم استقلال واقعا تو خیلی از پستا اسکواد خیلی قوی داره و ترکیب خیلی خوبی داره، و هم پرسپولیس. حالا اون به کنار، دوتا تیم واقعا مربی خیلی خوبی دارن. فکر نمی کنم تا چند سال آینده بهتر از این اسکواد، این ترکیب تو دربی رو بتونیم ببینیم. دوتا مربی خوب هدایت دوتا تیم رو بر عهده داشتن، و بازیکن خوبی که دوتا تیم داشتن، ولی هیچ کدوم استفاده نکردن، هیچ کدوم نتونستن بازی خوبی رو به نمایش بذارن، و بازی مساوی شد. کلکلای خیلی زیادی قبل دربی هست بین هواداره دوتا تیم، و حساسیت خیلی زیادی داره واقعا دربی، ولی بازی اصلا اونطوری که دوست داریم پیش نمیره. حالا دلایل مختلفی هم داره. دلایل اصلیش میتونه نبود امکانات درست حسابی باشه. یعنی شما ورزشگاه رو دیدید، چمن رو دیدید، و اینکه هوادار کمی میره به ورزشگاه. تقریبا 8000 9000 نفر رفته بودن ورزشگاه، و همین رو کیفیت بازی خیلی تاثیر میذاره، رو جذابیت بازی خیلی تاثیر میذاره. خب همیناست دلایلش. و حالا یه فکتایی هم هستش که آقا، دو تا تیم پایتخت هواداره خیلی زیادی رو تو کل ایران به خودشون اختصاص میدن. این فکت ها بچه. هواداره دو تا تیم خیلی زیادن تو سطح کشور، و سیاست قاطی این بازی ها شده که آقا مساوی بشه تو این برهای زمانی و حساسیت اوضاع مملکت. وقتی مساوی بشه، دو تا هوادار و دو طرف مطلوبیتی به دست میارن، و دو طرف راضیان. کسی اعصابش خورد نمیشه، کسی تو ذوقش نمیخوره، و با همین سبک داره پیش میره. حالا این فکت بچه، و نمیشه گفت که واقعیه، ولی وقتی هم بازی رو میبینی نمیشه کتمانش کرد. یعنی بازی رو جوری مساوی در میارن و جوری بازی رو انجام میدن که نه سیخی بسوزه نه کبابی، و دو طرف راضی باشن. حالا بچه نمیشه واقعا به اینجور چیزا اکتفا کرد، ولی من خودم واقعا نظرم اینه که امکانش هست، خیلی قوی امکانش،
که واقعا سیاست تو این بازی‌ها دخیل باشه و همین موضوع باعث جذابیت این دربی‌ها بشه. و همون نکته‌ای که اول بهتون گفتم، امکاناتی هم که در نظر میگیرید و در اختیار این دوتا تیم میذارید خیلی تاثیر داره رو کیفیت بازی، خیلی تاثیر داره رو کیفیت بازی. الان بچه یه صحنه هستش، الان با هم دیگه نگاه کنیم. بیارم صحنه رو. اینه. 106 پایتخت رو نگاه کنید. با این امکانات وسیعی که بچهای ما فراهم کردن، از هلیشات گرفته تا دوربینای دیگه حدود 16 یعنی ای خدا نمیدونم واقعا، یه عصر جمعه پاییزی دلپذیر رو در یعنی هر جور حالا کارگردان آورده از بالا زمین رو نشون بده، هر جور نگاه میکنی این زمین گرد نیست، خط کشی وسطش یا خط کشی دورش یا خط کشی محوطش خیلی حرفه، خیلی حرفه و نمیدونه، آدم واقعا نمیدونه گریه کنه یا بخنده به این اوضاع و خیلی واقعا افتضاح بود. بالا داشتن نشون میدادن که 100% خودتون هم دیدید و زمین گرد نیست، خط کشی وسطش، خط کشی ها صاف نیست. خیلی حرفه، خیلی حرفه بچه ها، خیلی. و میگم واقعا آدم نمیدونه گریه کنه یا بخنده. و همین امکانات واقعا تاثیر میذاره، واقعا تاثیر میذاره. اگر ورزشگاه خیلی خوبی بود، اگر مدیریت خیلی خوبی بود، اگر چمن خیلی خوبی داشتیم، بازیکن‌های خیلی خوبی رو وارد میکردیم، با دلالی وارد نمیکردیم. گرون قیمت ترین بازیکن استقلال موسی جنپو بود و استقلال 2 میلیون دلار تقریبا به این بازیکن داره پرداخت میکنه و این مهاجم، فکر میکنم مهاجمه دیگه تا اونجایی که میدونم، هنوز که هنوزه نتونسته درست حسابی برای استقلال بازی کنه. یعنی داره میشه نیم فصل 2 میلیون دلار هزینه کردید و نیم فصل داره تموم میشه و هیچ بازی درست حسابی برای استقلال نکرده، دریغ از یه دونه گل یا یه دونه پاس گل. ولی حالا اونور مثال براتون میزنم، اورونوف و پرسپولیس گرفته، اورونوفی که بازم خیلی ناز کرد برای پرسپولیس و پرسپولیس قراردادش رو هی تمدید کردش با فشار هواداراش، اونور به اورونوف 2 میلیون دادن. حالا اورونوف رو مقایسه کنید با موسی جنپو. دلالیای خیلی زیادی شده تو داخل این دوتا تیم پایتخت و دلایل خیلی زیادی هستن که برای این دوتا تیم بازیکن میارن و الان دلال نگاه کنید بازیکنش آورده همین موسی جنپو یا نازون. چرا نازون باید برای دربی مثلا غایب باشه یا عملکرد خوبی نداشته باشه که سرمربی بتونه ریسکشو بکنه که آقا جرأتشو داشته باشه این بازیکنو بهش بازی بده؟ این هم به نازون هم باز پول پرداخت کردن ها. یا همین بازیکن پرسپولیس اوریه، بیفوما، چند تا صحنه دیدم دیگه اصلا توپو ول میکرد، اصلا براش مهم نبود، نمیتونست توپو استوب کنه، حتی نمیتونست مالکیت داشته باشه. یعنی توپو لب خط بهش پاس دادن این ول میکرد اصلا رفت تو اوت. اینه کیفیت بازیکنامون بچه‌ها، اینه امکاناتی که داریم و مطمئن باشید همین امکاناتی که تاثیر گذاشته رو کیفیت بازی‌ها. و مطمئن باشید اوضاع از این هم بدتر خواهد شد وقتی ورزشگاه آزادی رو هنوز که هنوزه، این همه گذشته ها، این همه گذشته، چی کار دارید میکنید تو اون ورزشگاه؟ واقعا چی کار دارید میکنید؟ هر سری هم هی ویدیو عکسای مختلف ازش در میاد که آقا زدن یه جاشو خراب کردن، یه جای کوچیکم حالا 2 تا صندلی گذاشتن، ویدیوشو میدن بیرون که آره ما داریم بازسازی میکنیم، ولی خبری از اینجور داستانا نیست. الکی واقعا دارن لفتش میدن، الکی. و مطمئن باشید سیاست‌های پشت همین داستانا خوابیده و نمیدونم واقعا بچه‌ها وقتی بازی اروپایی آدم میبینه، همین ال کلاسیکویی که بین رئال و بارسا برگزار میشه، یه بازی مهم لالیگاه و یه بازی مهم اسپانیاست، وقتی اون کیفیت رو میبینی اصلا چرا راه دور بریم؟ الهلال و النصر رو وقتی میبینیم یه جورایی دربی عربستانه دیگه.
واقعا حسرت میخوریم که چرا چی شد که ما اصلا اینطوری شدیم. برنده دربی 106م نه استقلال بود نه پرسپولیس، برنده واقعی اونی بود که اصلا این دربی رو نگاه نکرد. یعنی حیف وقتی که پای این فوتبال گذاشتی، حیف وقتی که واقعا پای تماشای این دربی گذاشتید. بگذریم چه دربی هایی داشتیم، چه جذابیتی داشت این دربی ها، چه نظمی داشت و واقعا نابود شد و فعلا تا الان که چندین سال نتونستیم مثل دربی های گذشتمون پیدا کنیم. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کنید. حتما منتظر نظراتتون هستم. خیلی دوستتون دارم. فعلا.